خسته باشه. حمید از ایران. ما فقط میخواستم با اونایی که پوست میدن یا حرف بد میزنن بگم واقعا خجالت بکشید. منم یه شیعه هستم. خیلی از زمانی که شما شروع به پوست دادن و حرف چرنده حالم از شیعه و شیعه‌گری به هم میخواد. اگر ادعا میکنیم که واقعا پیرو علی و 12 امام هستید، چرا پوست میدید؟ منطق، سند، مدرک بیاد. همینطور که آقای انصاری شبکه جهانی وصال سند میاره، مدرک میاره، شما هم بیارید. مزاحمتون نمیشم. دوستتون دارم. خدا حافظ. تشکر حمید جان، تشکر از لطف شما. همونطوری که بارها گفتیم فرقی بین شیعه و سنی نیست. انسان هر چی میخواد باشه، آزاد باشه، مؤمن باشه، به الله سبحانه و تعالی شرک نورزه.